سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ دیگه این ابروهای من دیگه به صورت جهانی داره میشه روند مربوط به رشدش. میخوام براتون توضیح بدم که چطور من این روغن فندق رو به ابروهام میزنم به چه وقتایی اینها. اول اینی که این روغن فندق اگه دقت کنید داخل شیشه تیره است، به خاطری که نور مستقیم خورشید نباید بهش بخوره. کیا بهترین زمانه برای اینی که برای ابرو استفاده بشه؟ شبها قبل از خواب، بعد از اینی که صورتتون رو کاملا شستید، میتونید با یک مسواک کاملا این شکلی ابروتون رو مسواک بکنید، به سمت خواب ابرو کاملا مسواک کنید، این شکلی، اینطوری. اینو هر شب که استفاده بکنید تقریبا بعد از 2 ماه تا 2 ماه و نیم شما کامل دیگه روند مربوط به رشد ابروتون رو خواهید داشت. من کامل ابرو نداشتم، مثلا حالا عکسای قبلش هست، بچه‌هایی که از قدیم با هم همراه هستن میدونن. از طرف دیگه خب خیلی وقتا این روغن رو که میزدم همینجور به سمت پای میومد و روی مژه هام قرار میگرفت و الان یه مدتیه که خیلی از دوستان منو که میبینن بهم میگن که مژه کاشتی، بعد من بهشون میگم که نه من مژه نکاشتم. اگر دقت کنید میگم نه من مژه نکاشتم، ولی مژه هام هم پررنگتر شده، هم مشکی‌تر، هم بلندتر، هم پرپشت‌تر. به مراتب این اتفاقها براش افتاده. این در رابطه با مبحث مربوط به ابرو. اما همین روغن برای رشد مو هم خیلی مناسبه. موهایی که نازک شدن، یه سری ها موهاشون ضعیف شده، نازک شده، همین روغن رو میتونن قبل از حمام 1 ساعت تا 2 ساعت قبل از حمام به ریشه موهاشون بزنن، ماساژ بدن و بعد برن دوش بگیرن و بشورن موها رو. این خودش تقویت میکنه. کلا روغن فندق تقویت کننده موهای نازک و یا موهایی که یه تایمی اون قسمت مو داشته، مثلا میگم افراد میبینید جلوی سرشون مو داشته، بعد از یه تایمی میریزه، ابرو داشتن ابروها میریزه. این روغن برای اون افراد مناسبه که یه تایمی یه فردی مو داشته، حالا ابروش یا موجش یا موهای سرش، و بعد ریزش پیدا کرده. برای این افراد توی این قسمت بسیار بسیار مناسبه به خاطر ویتامین ای که داره و حالا مواردهای مختلف، حالا تجربه‌ای که اصلا خود شما با من همراهید و دارید میبینید. این در رابطه با نحوه استفاده کردن از روغن فندق برای رویش ابرو، مژه و موی سر. بریم برای لیفتینگش، به خاطر که یک لیفتینگ اساسی هم روغن فندق میده.